سلام بینندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم. برنامه اخباری آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنم. امروز جمعه 6 نوامبر است. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوعی برنامه. ساکنان در تاجیکستان میگویند از صبح تا بگاه نیروی برق ندارند. شرکت برق تاجیک میگوید لیمیت جاری نکرده است. نورک برای کی در کرد؟ سربند برای کی در کرد؟ نخود تاجیکستان بی برق باشد. تاجیکستان دیگه دولت ها با برق داشته است که یا زواد آلومینی تاجیک بی برق نمیتواند که. جو بایدن نامزد از حزب دموکرات در انتخابات آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی پیش گذشت. با کم شدن گزارش ها درباره سرایت کووید، تئاترهای تاجیکستان دیگر باره باز شدند. مشکلاتشان همچنان زیاد است و به کمک و دستگیری احتیاج دارند. برای رشد تئاتر در تاجیکستان فقط حکومت میتواند که مساعدت کند. یک هفته است که ساکنان برخی نواحی تاجیکستان از کمبود نیروی برق شکایت دارند. با گفته ساکنان از ساعت 8 صبح تا 17 بگاه انتقال نیروی برق قطع می شود و زندگی با چنین احوال مشکل است. مردم میگویند مقامات مثل سالهای پیشین لیمیت برق را جاری کردند، اما مقامات میگویند هیچ گونه محدودیت یا لیمیت نیست. ادامه موضوع در گزارش همکارانم مولا رجب یوسفی و افسانه اکابرشویوه. شریفه غلامو و با کلینش در آتشدان خوراک نصف روزی میپزند. از بس که نیروی برق و هیزم ندارند، برگ درخت میسوزند که دودش برای کدبانوها نفسگیر کننده است. یک درخت زدی با علو کردیم هودی شدت هم خزانه بیشتر ما به علو میکنیم. آب کشلوکو بیشتر از او کشل میگیرم. به گفته ساکنان از روز 31 اکتبر روزانه انتقال برق به خانه ها قطع می شود، کاری که مردم را ناراضی کرده است. عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن ببینید، آدم‌ها در کایهان برآمده در بالا گشتند. نورک برای کی در کرد؟ سربند برای کی در کرد؟ نخود تاجیکستان بی برق باشد. تاجیکستان دیگه دولت ها با برق داشته است که یا زواد آلومینی تاجیک بی برق نمیتواند که. چون برق میتونن زواد و کار میکنن، فرزندا کار میکنن و مهون خلق قشلاق با برق نمیتونن. شکایت ها از قطع نیروی برق نه تنها در کنارهای دوشنبه بلکه در ولایت های سوخت و ختلان هم شنیده می شوند. مردم از بازگشت لیمیت صحبت می کنند که سالهای طولانی آنها را بیزار کرده بود. علاوه همه خیلی چراغ گیابی وقت در میگیرد، اگر روز وقت میمورد، همین شکایت ما همه خیلی و خواهش میکنیم که هر آفر که همین بر وقت در گرون همه آدم یک بی وقت اکور بیاد اگر همه او خواستش گویا یک چراغ دیده خورد دیگه همین التماسی ما. مقامات میگویند لیمیت نیست و سبب ساعتها محروم شدن مردم از نیروی برق تعمیر تجهیزات و آمادگی به زمستان است. در آستانه زمستان تجهیزات‌های کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفته می‌شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش کرده شود. بیش از 2 سال است که به گفته مقامات رسما در تاجیکستان لیمیت برق وجود ندارد. 2 سال گذشته هم که گویا در تاجیکستان لیمیت برق وجود ندارد، گاه برق ساکنان خاموش کرده میشد و مقامات همیشه این را به تعمیر برق ربط میدادند. در یک ماه اخیر بار دوم است که انتقال برق به خانه ها در ساعت های معین قطع می شود. مقامات در آغاز ماه اکتبر هم این حالت را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند. جو بایدن معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا از جهت تعداد آرای هیئت‌های انتخاباتی در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ پیشتر گذشته است. چند ساعت پیشتر از این رئیس جمهوری فعلی با ایده‌های بی‌پایه جریان و ارکان‌های دموکراتی در آمریکا را زیر سوال برد. به رأی هیئت‌های انتخاباتی ایالت جورجیا، دونالد ترامپ تمام شانس‌ها برای دیگر باره ماندن در مقام رئیس جمهوری آمریکا را از دست می‌دهد. برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا یکی از نامزدها باید 270 رأی هیئت‌های انتخاباتی را به دست آورد. عین زمان جو بایدن نامزد از حزب دموکرات 253 آواز هیئت انتخاباتی و دونالد ترامپ جمهوری خواه 214 آواز کسب کرده است. شمارش آرا ادامه دارد و دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا هنوز پیش صف می باشد. حالا تمام آمریکا منتظر نتیجه های انتخاباتی روز 3 نوامبر است. ساکنان یک ناحیه ولایت ختلان در سرایت ویروس نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید به پسری 13 ساله‌شان مسئولان 2 بیمارخانه ولایت را گمانبر می‌دانند.
آنها به دادستانی شکایت کردند تا قضیه سرایت پسری نورسشان به این ویروس را تحقیق کند. تمایل نگران کننده در تاجیکستان این است که ویروس نارسایی مسئولیت بدن از راه‌های نامعلوم سالانه به 70 نورس سرایت می‌کند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را تحقیق کرد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزا نبی، چرا این پدر فکر می‌کند که ویروس به پسرش محض در بیمارخانه سرایت کرده است؟ بله عبدالله، این مرد که ما به دلیل حساس بودن این موضوع نامناسب و محل زیستش را نمیگیم، گفت خودی او و همسرش سالم هستند، چون اگر پدر و مادر به این ویروس سرایت یافته باشند فرزند امکان سرایت یافتن را دارد. از این رو این مرد میگوید پسرش را در بیمارخانه های ولایت ختلان تبابت کرده بود و احتمال او در اینجا سرایت یافته است. مقامات میگویند پیدا کردن منبع سرایت یافتن بسیار مشکل است، چون این ویروس میتواند سالها پیش وارد بدن شده باشد و تازه تشخیص آن را نشان میدهد. پزشکان میگویند حالا طب معاصر راههای ضعیف کردن ویروس را پیدا کرده است و طریق داروهای پیش بینی شده انسان میتواند سالهای طولانی زندگی کند. البته در قانونگذاری تاجیکستان برای سرایت به ویروس نارسایی مسئولیت بدن جوابگری پیش بینی شده است. بر اساس ماده 125 کودکس جنایی تاجیکستان دانسته سرایت کردن از 2 تا 5 سال جزا پیش بینی کرده است، ولی در حالت این کودک به گفته مقامات پیدا کردن گناهکار خیلی مشکل است. میرزا نبی، ببینید طبق یک آمار در تاجیکستان بیش از 800 کودک به ویروس نارسایی مسئولیت بدن سرایت یافته است و نصف آنها در نصف حالتها معلوم نیست که از کجا آنها سرایت یافتند. پزشکان در این مورد تحقیق کردند؟ بله عبدالله، سرایت ویروس نارسایی مسئولیت بدن به کودکان و نوجوانان چند سال باز است که مایه نگرانی در کشور است. پزشکان دلیل‌های دقیق سرایت کودکان و نوجوانان را ندارند، ولی تخمین می‌کنند که این ویروس احتمالاً از کدام راه می‌تواند به نوجوانان سرایت یابد. پزشکان میگویند پسران را نزد استای ختنه میبرند، دختران را در خردسالی برای گوشوار انداختن گوشهایشان را سوراخ میکنند. به گفته آنها که کی میداند که استا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و ویروس با یک شستن یا با اسپریت پاک کردن نیست نمی شود یا با اسبابی که گوشوار کودک را سوراخ کردن در زن یا کودک بیماری شاید استفاده شده است. یک سببی از این مشکل معلوم کردن راههای سرایت به این بیماری به گفته پزشکان تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت‌هایش در بدن کودک آشکار نمی شده است. تنها وقت کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورسی 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. تشکر میرزا نبی برای صحبت. تاجیکستان نیت دارد فروشگاه‌های آنلاینی و از همه گونه تجارت اینترنتی اندازستاند. پیشنهاد اندازستانی از خرید و فروش اینترنتی چند سال این جانب مطرح میشد، اما اکنون چنین تغییرات به قانون وارد شد. تاجران آنلاینی میگویند که این قانون نرخ مال و محصولات را بالا میبرد. مالکان فروشگاه‌ها میگویند اکنون عدالت و شرط رقابت سالم جاری شد. گزارش همکاران ما از تلویزیونی نستایش وریمه را همراه میبینیم. الهام اکبروف صاحب کار است، در دوشنبه به فروش ته‌پوشی زنانه و کودکانه مشغول می باشد. به گفته این تاجر بازار آنلاین امروز مالامال لباس و محصولاتی است که او می فروشد، اما به فرق از او تاجران اینترنتی نه انداز می سپارند و نه برای اجاره گرفتن بنا پول خرج می کنند. ما مالمان را آنلاین می فروشیم و یا به واسطه از فروشگاهمان حتما چک می دهیم. 90% در حسابات انداز می گذرد. با گفته الهام آنهایی که به فروش چکنه در اینترنت مشغول هستند به کسی خلل نمی رسانند، اما تاجران کلان که گردش سرمایه‌شان بزرگ است باید رسما ثبت نام شوند تا به تاجرانی که قانونی عمل می کنند و بودجه کشور را پر می کنند و جایهای کاری می آفرند زیان نرسد. کسی که توسط اینترنت تجارت بزرگ را به راه مانده است مثل فروشگاه ما انداز سپارد، وگرنه فعالیت آنها بر زیان فروشگاه‌های مثل ما می انجامد.
وزارت مالی تاجیکستان اخیراً طرح اندازبندی تجارت آنلاینی را پیشکش کرد. شیر جورابایف که برای صاحبکاران مشورت می‌دهد میگوید این تشبث درستی است. اما این تحلیلگر میگوید چگونه خرید و فروش های اینترنتی را می شود نظارت کرد تا ساکنان در تاجیکستان تجارت آنلاینی خود را رسما ثبت نام کنند. من نمیدانم آنها چگونه این را نظارت میکنند. مهم از همه آن است که امکانات تکنیکی و یا به واسطه پرداخت وجود داشته باشد. سالهای اخیر ابزارهای پرداخت آنلاینی در تاجیکستان یک بار اوج گرفتند. ببینید که چقدر نرم افزارهایی هستند که می شود توسط آن همه گونه پرداخت ها را انجام داد. این روندی طبیعی رشد تجارت است. فکر میکنم تدریجا از این ساحه نیز انداز می‌ستانند. مقامات در تاجیکستان چند سال باز این جانب برای پر کردن بودجه منبع‌های نوی اندازبندی می‌جوید. علاوه بر این هر سال قسمت درآمد بودجه را بدون ارزیابی وضع تجارت صاحبکاری بالا می‌برند. طرح بودجه دولتی سال آینده هم با وجود پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان و جهان در قیاس با سال جاری 6% زیادتر ریزی شده است. وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده میگوید با سبب پاندمی کرونا ویروس وضع تجارت صاحبکاری در کشور خوب نیست و تخمین میکند که افزایش از حساب دیگر منبع‌های درآمد تامین خواهد شد. 7 نوامبر از تأسیس نخستین تئاتر در تاجیکستان 91 سال پر می شود. موسم نو را تئاترها در تاجیکستان در شرایط پاندمی کرونا ویروس شروع کردند که شمار بینندگان را در تالارها محدود می کند. این در حالی است که به این هم تئاترها از کمبودی تماشابین رنج می بردند. درباره موسم نو تئاتری و تاریخی مشکلات تئاترهای تاجیکستان سروینازی روح‌الله گزارش می دهد. پس از تنفسی چند ماه در اوج کرونا ویروس تئاترهای تاجیک دوباره درهایشان را باز کردند. گروه نمایشنامه‌ها را از طریق آنلاین تماشا می‌کنند، گروه دیگر با دهان و بینی بسته به تئاتر می‌روند. خواهش خودی تماشابینان یعنی با هنرمندان میگن تماشابینان تا حد پزمانی دیدن نمایشنامه‌ها شدند و به سراغ تئاتر می‌آیند. اثبات این هم همین است که مثلا همین روزی 31 وقتی که نمایشنامه پزشکی پارون در رپرتوار تئاتر وارد کردن یک روز به مرز تماشا گذاشتند، 5 روز همین با خواهش خودی تماشابینان یعنی با کسایی که شد یعنی که اونا در اومدن تماشا کردن. بیننده های تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی نمایشنامه را در خود تئاتر می‌بینند. در شهر کانی بادام تئاتری به نام توفه فاضلова راه دیگر را پیش گرفت. نوابسته از آن که مثلا زمان پاندمی فرا رسید و بسیار کارها را به انجام رسانیدن امکان ناپذیر شد، مثلا تماشابین به تئاتر دعوت کردن ممکن نیست، اما ما میخواهیم نمایش نشان بدیم. ما خلاصه کردیم که ما نمایش نشان میدیم و آنلاین نشان میدیم. هرچند برای چنین شکلی پیشنهاد مشکلی فنی و اقتصادی وجود داشت، اما هنرپیشگان برای نزدیکی با تماشابینان آماده بودند همه مانعه ها را گذراند. نمی شود که پاندمی را تو بهانه کنی چند مدت زیر خانه تگی باران تگی داخل تئاتر بیکار مانه. یعنی که راه نوی پیشنهاد نمایش این است، معلومات میتونه که دیگر تئاترها نیست از این استفاده کنند. با وجود فعالیت 91 ساله تئاتر تاجیک با مشکل‌های زیادی روبرو است. از جمله نبودی نمایشنامه‌های دیدنی، مزد کمی هنرپیشگان، سنزورای نونوشته و کم بودن تماشابین. تئاتر یک نهادی هست که پیش از همه دولت و حکومت به آن نیاز دارد، به خاطر آن که مردم تربیت کند، به خاطر آن که مردم به راه راست هدایت کند. برای همین برای رشد تئاتر در تاجیکستان فقط حکومت میتواند که مساعدت کند. و بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در وبسایت رادیو آزادی azadi.org می توانید بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار شما.